بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان، امروز خواستم همراه شما درباره 4 غارتگر برکت عمر ما صحبت داشته باشم. 4 چیزی که برکت عمر ما رو از دست ما میگیرد و ما خودمون هم به همین راضی هستیم. برای زوگی خود عمر خود رو به او میدیم، وقتی خود رو به اینها میدیم. صحبت داشته باشم. پیش از آن که به موضوع داخل شویم، وقت سرمایه اساسی انسان است. وقت یعنی عمر انسان است. حسن بصری میگویند یا ابن آدم انما انت ایام اذا ذهب یومک ذهب بعضک. ای انسان، تو از روزها عبارت هستی. وقتی روزی رفت یعنی بعضی از جسم تو هم رفت. با رفتن روزها پاره از شما هم رفتن میگیرد و ما خود بیخبر هستیم که مدتی که ما در این دنیا باشیم و آمدن ما هم لیبلوکم ایکم احسن عملا برای این است که ما چه عمل در اینجا انجام میدهیم، در اینجا چه کوشش میکنیم، چه سرمایه یا گفتیم توشه آخرت به دست می آوریم. این است و ما بیخبر هستیم که مهلت هم تمام شده ایستاده است، داریم مشغول این و آن هستیم و وقت حتی تا اندازه، یعنی چیزی هست که در اسلام یگان عبادت نیست که بدون وقت باشد. نماز با وقتهای خودش فرض است که شما ببینید صبح چه خیل آمد و شب چه خیل صبحتان ادا شد و وقتتان گذشت. زکات با وقتش که 1 سال از مالی که در دستت بود تو وقتی که گذشت زکات میدهی. روزه در 1 سال، در 1 ماه که گذشت ماه را حس میکنی. حج در موسمش در وقت معین حج میکنی که انتظار میشوی. یعنی هر چیز با وقت خودش هست و پروردگار هم در قرآن و اللیل اذا یغشی و النهار اذا تجلی با شب و روز یا درباره اینکه شب و روز را آفریده زیاد صحبت میکند که شما دقت دهید به شب و روزتان که چه خیل میگذرد، عمر شما چه خیل میگذرد، یعنی خودتان چگونه تمام شده استادید. با رفتن عمر ما هم دیگر داریم انتها میشویم، به پایان میرسیم. یعنی این سرمایه رو ما چیکار میکنیم؟ میدانید که پولمون رو، تینمون رو به یگان جای بیهوده صرف کردیم. اگر انسان با عقل باشد، بی عقلا که در همه جا صرف میکنن، انسانی با عقل پولش رو به یگان جای ضررناک صرف کرد، دیگر دلش برای این پولش خیلی میسوزد، خود را ملامت میکند، پشیمون میشود. اما وقت که با پول خریده نمیشود. وقت چیزی هست که بر هم نمیگردد، اصلا خریده نمی شود. به کسی گفتید عمرت رو بیده، او عمرش رو داده هم نمیتواند و نمیخواهد هم. ما این رو به کی میدهیم؟ عمرمون رو، خودمون رو گفتیم، چون عمر انسان خود انسان است. با رفتن عمرش خود انسان هم رفتن میگیرد. ما به کی داده ایستادیم؟ به نظر من همین روزها غارتگران عمر ما که ما خودمون هم با رضاگی خود به آنها عمرمون رو میدهیم 4 طایفه هستند. یکم طایفه عزیزان این همین بلاگرانی سفزتگو، یا که من اینها رو میگویم گدایان تماشابین، گدایان پرسمات رو لایک. آنهایی که به خاطر تماشابین ملا هم میشوند، حج هم میروند، یعنی عمره هم میروند به خاطر تماشابین، ریش هم میمانند، سطر هم میکنند، بعضیشان تهمت هم میکنند، بعضیشان یک باره تمامی دروغ رو هم گفته میتوانند، تمامی نمود آبروریزی رو کرده میتوانند، فقط به خاطر اینکه در اینها تماشابین باشد. یعنی گدای تماشابینه که به خاطر تماشابین از همه چیز میتواند بگذرد، به همه چیز میتواند قدم نهد و ما به اینها عمر خود رو میدهیم، وقتی خود رو به اینها صرف میکنیم. یک عده هستند که من نمیدونم اینها رو چی گویم، که فقط کارشان در اینترنت یا گفتیم جلوی دوربین روبرو به تهمت آواره هستند. یا گروه دیگر البته خودشان رو نشان نمیدهند و با صدا فقط تهمت میکنند، یا یگان نوارو مونده درباره‌اش صحبت میکنند که این از این بدتر است، بزدلتر است بیچاره. یک گروه دیگر هستند ببینید چیزی که نشده است گفته هم تماشابین جمع میکنند. من امروز بیمار شدم، من این شدم، فلانی این شد، شوهرم، پدرم، مادرم، همیشه رفتن میگیرن، فقط به خاطر تماشابین. با این گدایان تماشابین ما عمر خود رو میدهیم با تماشا کردن آنها، با تماشا کردن آنها. بعضا تهمتی که آنها کسی رو میکنن یا حقارتی که میکنن یا گبهای بیهوده‌ای که میگوین همراهشان گوش میکنیم، در حالی که گوش کننده تهمت، گوش کننده غیبت مثل او، تقریبا مثل او گناه دارد.
مثل او گناه دارد. در سوره نور وقتی حضرت عایشه تهمت میشوند و مسلمان ها هم گوش میکنند، الله خطاب میکند که یعظکم الا تعودوا علی مثله ابدا، به این کار هرگز بر نگردید. شما چیکار کردید؟ چرا خاموش بودید؟ باید میگفتید که تو خطا کرده ایستاده، در حضره که روبروی او گپ زده نمیشه و چرا او رو گوش کردی؟ و اذا مروا باللغو مروا کراما. در سوره دیگر الله میگوید وقتی آنها از لغو و بیهودگویی مؤمنان میگذرند، این کارکنان میگذرند، گوش فرا نمیدهند اصلا. وقتی شما به تهمت کسی، به حقارت و گپ‌های بیفایده لغوی کسی گوش کردید، به گناهی او شریک هستید. از یک طرف وقت خود را داده ایستادید، گرانترین چیزی خود را داده ایستادید به یک احمق، از طرف دیگر شما در گناه شریک شده ایستادید. و ببینید که صف اینها که پروردگار برکتشان را بگیرد روز از روز زیاد می شود. یک گروه زنها، یک گروه مردها. آره بعضیشون میگن ما بیچاره ایم، ما زیر تهدید این کارها رو میکنیم، ما زیر تهدید. بمیرید بهتر نیست از اینکه تهدید شوید و این همه دروغ بگویید یا آبروریزی کنید یا 100 نفر در زیر نوارتون لعنت بفرستند. بعضی نفران دیگر همین گونه بیماری دارند که نمیتوانند به حقارت و به دشنام و به تهمت بایستند. اینها همین گونه بیماری روانی هستند که دیوانه هستند، بیچاره ها کم نیستند اینها. اما ما چی؟ من و شما که اینها رو تماشا میکنیم، ما رو چی به این مجبور کرد؟ یکی میگوید من زیر تهدیدم، دیگری میگوید من بیماری روانی ام، یکی دیگری میگوید من پول کار میکنم. من خودم شاهد بودم با یک خانمی که نامش رو نمیخوام اینجا ذکر کنم، گفته بودم تو خجالت نکشیده در چی خودت در یوتیوب تهمت میزنی؟ یعنی باز نوارهایت اینقدر بی‌معنا هستند. او میگه به نوارهای من کار ندار، زندگی من از پس یعنی به سبب همین نوارهایم هست. من نوار میکنم، در اونجا یگان چیز رکلام میکنم، بعد با همین زندگی میکنم که من شوهر ندارم و با همین راه من زندگی میکنم در داخل وطن. پس گفتم خیر بیچاره چی میگه او؟ یعنی چه سببش رو گفت یا گفتیم عذرش رو آورد که من با همین گونه حرام گفتن و دروغ گفتن و دیگر کارها پول کار میکنم، تو کاردار نشو، زندگی من این است که پناهش به الله. اما من و شما چی؟ ما چی از تماشابینی اینها؟ این همه تماشابین، این همه این نوارو دیدی اون نوارو دیدی، گفتم ما به الله چی میگوییم؟ عزیزان ببینید امروز احوال مردم را باید با چشم حقیقت دید. گل شکوفانی تاجیکستان را آنهایی میبینند که داخل گل هستند، آنهایی که در خارج هستند. شخصا من در روسیه بودم یا شمایان که در خارج هستید، اغلبیت مردم تاجیک را ببینید در چه حالت هستند و ما با دیدن اینها رفته حالتمون به کجا میرسد. با جای دیدن اینها چیزی ببینید که به حیاتتون فایده دهد، به کارتون، به زندگیتون فایده دهد. یعنی بعضی زنها هستند پختنشان، خوردنشان، همون روز کاری کردهشان رو قریب 1 ساعت نوار میکنن یا 40 دقیقه. اون رو هم چند خواهر دیگر میبیند. خواهر عزیزم بعد از دیدن نواری همون نفر چی فایده گرفتی؟ برای خود چی فایده گرفتی؟ زندگیت چگونه تغییر یافت؟ بای شدی، پولدار شدی، فرزندت یک بار دیگرگون شد، شوهرت مهربان شد، خودت یک بار با کار کلان ایستادی، چی شدی؟ یا برادری که مثلا چند نفر از همون بلاگرها رو میبینن که فلانی پولدار شد، فلانی بی پول شد، فلانی. بعد از دیدن شما چی تغییرات یافته در زندگیتون؟ تغییرات رو انسان با دیدن همین گونه آدم‌هایی که آخر این بیچاره ها از اینکه خودشون ناموفق هستن این گونه نوارها تیار میکنن با دروغ و با تهمت و با هزار یک نیرنگ دیگر. یک خیلی گفتم اینها به همه چیز به خاطر پرسمات آماده هستند. یک چند سایت های اسلامی هم هست، الله هدایتشون کند. یک طرف صورت یگان عالم رو میمونند که این عالم گویا درباره این چه گفت، بعد اون طرف یگان رقاصه، یگان دیگر بیروحه، یگان مرد چیزی دیگر رو میمونند که مردم اساسا به خاطر اون دانشمند یا اون عالم نه، به خاطر همون عکس فحشا به اون سایت میدارد. نام سایت هم یگان سایت اسلامی هست که اینها هم یک گدایان دیگر هستند، برای تماشابین این گونه نوار تیار میکنند. مقصد اینها اصلاح کردن نیست. یک نفر رو اصلاح کنی عکس او رو نمیبری. تو یک نفر زنی بیروحه رو اگر اصلاح کردنی شدی عکس او رو برآورده این مولا درباره این چه گفتگویان به 100,000 و میلیون نفر نشان نمیدی، او اصلا اصلاح نمیشود. با این راه اصلاح کاری این نیست. گدای تماشابین است بیچاره که برای تماشابین به همه این کارهای پس دست میزند. اما چه خیلی گفتم من و شما با تماشا کردن اینها، با دادن عمرمون به اینها در نزد پروردگار جواب میگوییم. از خود پرسید
بعد از دیدن اینها ما چی به دست می آوریم؟ وقتمون رو به کی دادیم؟ عمرمون رو به کی دادیم؟ به نزدیکی کتاب خوانده بودم، قیمت و زمان عند العلماء بود، یعنی ارزش زمان در نزد علمایی بودن که حتی با اطرافیان کم صحبت میکردن که من وقتم خیلی گران است، من باید از پس کاری باشم، با صحبت زیاد با شما وقت من میرود. صحبت یک طرف استاد، ما همین خیلی فقط تماشا میکنیم رو بروی اکران. یک احمق خیلی گفتم یک گروهش روانی که آنها دیگر به تهمت رو بروی دوربین علاج ندارند، با چهره های پنهان میبرایند. یک گروه دیگرشون آدم هایی که دیگر با رکلام پول کار میکنه میگویند و زندگیشون همین گونه است. یک گروه دیگر زیر تهدید. خیر اینها همش یک چی سبب خود را دارد، من و شما لیکن سبب نداریم. من و شما چی میگفته باشیم با تماشا کردن اینها؟ گروه دیگر عزیزان یا گفتیم چیزی دیگره که غارت عمر ما رو کرده ایستاده است، این فیلم ها، هم فیلم و هم سریال ها، علل خصوص سریال های ترکی، سریال های تاجیکی هم دیگر برآمده ایستادن. باز فیلم هایی که شما بعد از دیدن اون فقط چند روز خیالتون با اون بند می شود، هیچ فایده ای نمی گیرید. فیلم های تاریخی هستند درباره تاریخ یگان کشور، تاریخ یگان انسانی که مثلا مشهور است که شما درباره یک انسان با خبر می شوید، یا فیلم های اسلامی مثلا که درباره یگان عالم، یگان پیامبر، این چیزی دیگر است. اما درباره عادی زندگی که ها یا گفتم سریال های ترکی و دیگر سریال ها که ببینید مردم ترکیه همان گونه که در سریال ها هستن هرگز نیستن. این دو چیز کلا از هم متفاوت، هیچ به یک دیگری ماننده ندارند. زندگی چیزی دیگر است، فیلم چیزی دیگر است، سریال چیزی دیگر هست. برای زبان آموزی گفتید 15 دقیقه مثلا زبان فارسی گوش میکنم، زبان انگلیسی گوش میکنم، اون هم 15 و 10 دقیقه نباید ساعت ها رو به سریال ها دهیم. سریال ها که بافته یک انسان است، یک انسان برای پول کار کردن میبافد و اون رو برای شما روی صحنه پیشکش میکند با رکلام کردن لباس خانه و چیزی دیگر که شما عمرتون رو به اون میدهید. سریال ها رو اینقدر دیدیم که بیخبر موندیم که حیات خودمون هم سریال شده رفته است، هیچ معنا ندارد. همان گونه که سریال ها بی معنا هستند، انسان هایی که سریال تماشا میکنند ببینید حیاتشون چقدر بی معنی، از خود هیچ چیز ندارد، هیچ چیز ندارن که اگر از حیات همان انسانی سریال تماشا کن، فیلم سازید، یک سریالی بی معنی می شود که کسی به همون انسان مانند شدن نمیخواهد. پس سریال ها هم غارت کننده عمر ما هست که فقط به خیالاتی که ها ما تماشا کنن، اون هم اکثریتش گناه، اکثریتش عشق و عاشقی که آخر به زنا و گناه کبیره می رود. بیرحمی به پدر و مادر، بیرحمی به فرزند رو یاد می دهد، خودکشی رو رکلام می کند و چیزی دیگر. با اینها وقتمون رو می گذرانیم. چیزی سوم عزیزان خبرها می باشد، خبرهایی که به ما فایده ندارد. اینجا خبرها، بعضی خبرها هستند درباره مثلا جنگ هایی که شده ایستاده است، یا درباره بعضی آفت های طبیعی، یا درباره رفت سیاست در بعضی کشورها که مؤمن باید مثقف باشد یا گفتیم با فرهنگ باشد. در کدام عصر زندگی داری، حالت سیاسی یا حالت اجتماعی تو چگونه هست، از عصر خودت، از مردم خودت باید با خبر باشی، از سیاست کشورت، از سیاست جایی که تو زندگی میکنی، از زبان اون باید با خبر باشی. وگرنه یک آدمی عقیبانده هستی که دیگر خیلی حالتت یعنی رحم آور است. اما خبر یک سراینده، خبر یک بلاگر که صف این بلاگرها رو الله کم کنه، خیلی زیادن، خبرهاشون هم خیلی زیاد، خبری این، خبری یک اکتیور، خبری یک آدمی شناس، فلانی مرد، فلانی صاحب فرزند شد، فلانی شوهر کرد، فلانی طلاق گرفت. با اینها ما چیکار میکنیم؟ و زیادی این خبرها فقط برای خیلی گفتم پرسماتر است، برای تماشابین است. مثلا درباره زندگی یک نفر که عبرت برای شما باشد، قصه های عبرتناک در قرآن هم زیاد هستند، شما دیدید و عبرت گرفته. درباره فریب خوردن اما حقیقت داشته باشد، قصه زنده حقیقی باشد، یا فیلم مستند هم میگوییم، اون چیزی دیگر است. اما خبرهای بردروغه که یا خبرهایی که پوچ بی معنی هستند، به درد ما هیچ نمیخورند، به ما چه اصلا. من حسن الاسلام المرء ترکه ما لا یعنی، حدیث پیامبر. یعنی تو چگونه مسلمان هستی، مسلمانی تو تا چه اندازه خوب و بهتر است، از آن معلوم می شود که تو چیزهایی که به تو رابطه ندارد ترک کنی، چیزی که به تو هیچ علاقه ندارد تو ترک کنی، از پای خودت باشی. به نزدیکی کتاب خوانده بودم درباره حکمت های ابن سینا که نویسندش ترک بود، ولی یک جمله ابن سینا خیلی هوشم را گرفت که میگوید با خود مشغول شو و برای خود مشغولیت پیدا کن.
که اگر با خود مشغول نشوی و به خودت مشغولیت پیدا نکردی با دیگران مشغول میشوی. وقتی با دیگران مشغول میشوی بلای دیگران میشوی. یعنی کسایی که با خبر دیگرها همیشه مشغول هستند از خبر خانه خود تماما بیخبر هستند. ببینید به جای این چیکار کرد و آن چیکار کرد با فرزندت نشین، از او بپرس که حالت چی است، چه خبر داری، چه آرمان و آرزوها داری، چه نقشه ها داری، چه نارسایی ها داری. با شوهرت نشین صحبت کن، با زنت صحبت کن، با خواهرت صحبت کن، با برادرت صحبت کن، با یگان دوست نزدیکت. این صحبت ها به تو تاثیر میگذارد. از آرزوهای اهل خانه خود بیخبر هستیم، از هدفهای اهل خانه خود بیخبر هستیم، اصلا بیخبر هستیم که تا اندازه رسیدیم که اهل خانواده ما تصمیم و برای آینده نقشه هم ندارن، چون مثل ما همیشه رابرت‌های روبروی اکران هستن، فقط مشغول خبر این و خبر آن هستیم. این با این جنگ کرد و باز میدونید برای گدایان تماشابین به خاطر تماشابین جنگ کردن یکدیگر رو چند بار حقارت میکنند و دوست هم میشوند که باز هم پرسماتر آنها زیادتر شود. و همین گونه خبرها، خبری همسایه و کوچه و در کم بود پیشتر، حاضر خبرهای تلفنی زیادن. در تلفن میبینید با یک عکس، با یک جمله دیگر با خبرهای مردم، فلانی زن گرفت یا همسایت یا خشتبارت یا دوستت زن دوم گرفت، زنش این شد، فرزند. و ما چی رابطه دارد؟ به او کمک کردن میخوای رو کمک کن، اما فقط خبری او را دهان به دهان گران گشتن، شایعه یک خبرها که به درد کسی نمیخورد. عمرمون رو، فکرمون رو ببینید، یک خبری یکم آشفته کننده آمد، چند روز با آن تو مشغول میشوی، دیگر فقط به یادت همان میرسد، گفتنت هم همان، فکرت هم همان، بیخبر از خودت میمونی که چی باید امروز بکنی و نکردی، چی کارها میتوانستی کنی و نکردی. این سیومش بود، سیوم غارتگر عمر ما که خودمون هم با رضاگی خودمون غارتش میدهیم. چهارمش عزیزان معرکه و مهمانی های بی سبب هست. در اسلام خوراک دادن به خویش و تبار، نشستن با خویش و تبار، معرکه کردن به خاطر ازدواج، به خاطر فرزندی دار شدن، یا معرکه عادی به خاطر اینکه دوستی بین ما قوی تر باشد، صله رحممون باشد، زیارت کردن یکدیگر، همش ثواب است، همش ثواب دارد. که حتی آنهایی که به خاطر الله به دیداربینی دوست خود می روند، به خاطر الله به زیارت دوست خود می روند، پروردگار به آنها محبتش رو واجب می کند، محبتش رو واجب می کند که در این باره حدیث یک تونه خیلی زیاد هست. اما معرکه هایی که برای شما 3 روز 4 روز آمادگی می بینید و معرکه هایی که 4 ساعت 5 ساعت 6 ساعت دوام می دهند و فقط در آنجا صحبت های پوچ بی معنی هست، فقط در آنجا تعریف کردن لباس یا خرید تلاواری یا چیزهایی هست که به درد هیچ کس نمیخورد، یا غیبت است. برای اون هم صاحب خانه چه خیلی گفتم 3 روز 4 روز تیاری میبیند و مهمان ها هم در آنجا تا 6 و 5 و 4 ساعت می نشینند و بردوام باشد، زود همین گونه معرکه شود. من پیشتر هم گفته بودم، با شاگردها هم در این باره صحبت کرده بودم که خواهران عزیز، من نفرانی رو میشناسم که 10 سال در مصر فقط معرکه کردند و حتی تجویدشان رو خوب نکردند. یعنی برادرانی که 10 سال به زنشان فقط برای معرکه آماده باش گفتند که هر روز و هر شب معرکه داشتند و نه زنشان نه فرزندشان صاحب چیزی نشد. اگر شده باشد، اگر یکی حافظ قرآن شده باشد، درد به درک، دیگر زنشان صاحب هیچ چیز نشد، فقط معرکه خوردند و معرکه دادند و وزن گرفتند که میدونید معرکه های ما خیلی سرخرج و سرپخت و پز است. اکنون ببینید خیلی گفتم خوراک پختن و خوراک خوردن با خویش و تبار با دوستان ثواب دارد، به خاطر محبت زیاد شدن، به خاطر مجلس های ایمانی باشد، مثلا در داخلش چیزی از آخرت گفته شود یا چیزی از امر دنیا گفته شود. لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. در سوره نساء الله میگوید در صحبت‌های زیاد شما هیچ خیری نیست، اگرچه نجوا صحبت گوشی است، اما امام قرطبی میگن این به همه صحبت‌های چند نفره هم رابطه دارد، مگر اینکه صحبت شما درباره صدقه باشد، کمک کردن به یکدیگر صحبت کنید، یعنی کمک کردن به بیچاره و یتیم و خویش و تبار محتاج، او امر به معروف کنید به چیزهای خوب که من همین گونه کار خوب کردم یا همین گونه کارهای خوب است که میتوانیم بکنیم، یا اصلاح بین الناس، یا درباره اصلاح مردم، قهری ها رو آشتی کردن، کینه ها رو از بین بردن،
به نفر کمک کردن صحبت کنید. یعنی این گونه صحبت ها کردید که خوب است. صحبت های عادی که این رو خریدم و آن رو خریدم است اکثریت صحبت های زنانه که از مردها بخبرم، میدونید که در این هیچ خیری وجود ندارد و علل خصوص اگر صاحب خانه 2 روز و 3 روز عمر خود را فقط به پخت و پز دهد، اون هم که از 1 کیسه کمترش را مردم میخورند، بقیهش همش اسراف میشود. برای همین عزیزان نباید در این عمری که پروردگار برایتان داد، خیلی که گفتم هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تا ببیند که شما چه عمل انجام میدهید در این زندگیتون، در این عمرتون. به این غارتگران با دست خود عمرمان را بدهیم. برایت به کوچه قدم زنید، به جای تماشا کردن همین بلاگرها، همین سریال ها، یا به خبر کسی مشغول شدن، یا به یک معرکه رفته 6 ساعت و 4 ساعت و 5 ساعت خوردن و فقط نشستن و بیهودگویی، کمی با فرزند خود قدم زنید، با همسر خود قدم زنید. هم هوای تازه میگیرید، هم یک باره از یکدیگر نقصتر شناس میشوید. و یا اینکه به یک خوندن چیز اهمیت دید. خواهرانی که کتاب میخوانند، از صحبتشون، از تربیت فرزندشون، از مناسبتشون با خشتامن یا خشتامن باشند با کلینشون، معلوم است که این زن با سواد است، این زن تحصیل کرده است، این زن دست به کتاب میزند. برادری که دست به کتاب میزند، از صحبتش، از کردارش، از فرزندش، از زنش، از تمام حیات او انسان میتواند بگوید که انسان انسانی عادی نیست، دست به کتاب میزند. اما با دیدن اینها، یک چی خیلی گفتم، اونهایی که به سریال مشغول هستن خودشون به سریال تبدیل شدن که یک سریال بی‌معنی است حیاتشون. اونهایی که فقط از پای گوش کردن بلاگران هستن، میبینید که در خانهشون فرزندشون به چه حالت گرفتار شده است، زنی خانهشون به چه حالت گرفتار شده است. برای همین وقتی با اینها مشغول میشویم، عمرمون میرود. از چیزهای مهمی که ما باید به آن اهمیت دهیم اهمیت نمیدیم. بیاید قلم و کاغذ گیریم، بنویسیم که هدف ما چی است برای 1 سال. از فرزند خود از هدفهایش بپرسیم، از همسر خود پرسیم، ببینیم که چی کارها کرده میتوانیم. عمر کوتاه هست. بعد از مرگ ما وقتی از تاریخ ما به کسی قصه میگن، یک چیزی باشد که در اون گفته شود. اومد کار کرد، خانه ساخت، خانه هاش هم نیم کاله ماند، چند بلاگر رو تماشا کرد، سریال های زیاد ماشاءالله تماشا کرده بود و مرد و رفت. این گونه نباید از خود یک ننگ بسازیم. تاریخ بسازیم که فرزندانمون باشند که پیروی ما باشند، از دست ما کار ساخته باشد که در نزد پروردگار هم روز قیامت شرمنده نگردیم. این بود صحبت امروزه من. بگذار برای من هم برای شما هم تاثیرگذار باشد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.